ممنون، متشکرم. چند نکته من به نظر میاد در جمع عزیزان عرض بکنم. بحث کهریزک و بازداشتگاه ها، من اونجا عرض کردم، گفتم که هم نیروی انتظامی هم دستگاه قضایی همه نسبت به اون چند تا متخلفی که اون حادثه طبقه در کهریزک وجود آوردن مدعی هستند، ولی این دلیل بر این نمیشه که اگر دو تا آدم خلاف کرد ما بیم علامت سوال رو روی مجموعه بگذاریم. اشتباه هر کس را باید به حساب خودش گذاشت. این تعبیری است که امام راحل عزیزمون در خیلی از موارد اشاره می‌فرمودن اگر یک نفر در یک صنفی خطا کرد خود همون فرد باید به عنوان خطاکار نشون بدیم، نه اون صنف را به عنوان خطاکار. خب در اونجا بحث‌های مفصلی شد و منم خدمت دوستان عزیز کمیسیون که پیشنهاد همین بحث تغییر و تفحص داشتن از بازداشتگاه‌ها عرض کردم که تنها شما مدعی نیستید، ما مدعی هستیم که چرا باید در یک محیط بسته‌ای به نام کهریزک این اتفاق بیفته. این چرا هم به راحتی میشه رفت بررسی کرد و اولین کسی هم که برخورد کرد با متخلف خود نیرو بود. اگر قرار بر اغماض می بود که برخورد نمی کرد. قبل از اینکه دستگاه قضایی ورود پیدا کنه پرونده تشکیل بشه، به محضی که نیرو احساس کرد که فرمان مقام معظم رهبری چیست، اولین کسی که آمد پای کار در اجرای فرمان مقام معظم رو خود نیرو بود. پس این نشون میده که نیرو هرگز مایل به این تخلفات نبوده. حالا دو تا سه تا حالا هر چی هست، من دیگه تعدادش کار ندارم، قطعا همه اشتراک نظر دارن که باید برخورد بشه. نکته بعدی اینی که بعضی دوستان مطرح می‌کردن، منم این چیزایی شنیدم که حالا حتما باید پیگیری بشه که بعضی از قضات تصمیم گیرنده در پرونده موضع سیاسی داشتند و موضع سیاسیشون برمیگرده به همون افرادی که تو این فتنه بالاخره تو دل مردم می‌ناسه که محورن. خب این یه چیز واقعا بسیار حساس است، بسیار ظریف هستش که من حتما باید هم به معاون اول رئیس قوه قضاییه از حجت رسانه آقای رئیسی، هم به محضر آیت الله لایجانی و هم به محضر بقیه دوستان دستم در کار مطرح کردم. من همین امروز این رو من می‌دونستم، بیشتر بی قطعی که شماها میگه، من این چیزایی شنیده بودم ولی بی قطعی که دوستان میگه اگه می‌دونستم حتما تو جلسه مسئولان، چون واقعا اونجا جلسه محرمانه و محدودی هستش، اونجا مسئله رو مطرح می‌کردم یا یک تیم حداقل همون سه نفری که آیت الله لایجانی تعیین کردن، جناب آقای خلفی، جناب آقای رئیسی، جناب آقای محسن اجی، افراد مورد اعتماد هم هستن، هم مورد اعتماد قوه قضاییه، مورد اعتماد مردم. اینها بیا توی این ماجرا واقعا بررسی بکنن. اگه این باشه، اگر حکم به حقی هم بدن، بالاخره تو ذهن سواله. دو لوح تقدیر از جناب آقای سردار رجبزاده و سردار حاج سید مجتبی سید مجتبی عبداللهی به دلیل زحماتی که در این چند ماه اخیر کشیدن در خاموش کردن فتنه‌ای که نظام انقلاب اسلامی رو مورد هدف قرار گرفته بود، از طرف کمیسیون شوراها و امور داخلی تهیه شده که البته تنها ارزش معنوی دارد، هیچ چیز مادی هم در داخل اینها نیست و فقط به عنوان اینکه یک تقدیر معنوی شده باشد و اعضای کمیسیون هم به عنوان پشتوانه خودتون به حساب بیارید، این لوح‌ها در اختیار شما گذاشته میشه و تقدیم میشه. دونه دونه بله. همیشه سرباز اسلام باشید و امنیت مردم رو برقرار بکنید. انشالله که موفق باشید و شما سلامتی شما رو برای اسلام. صلوات هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون.